سلام من فرشیدم و توی این ویدیو قراره که راجع به فصل چهارم کتاب سافر انجینیرینگ ات گوگل که هست انجینیرینگ فور اکوایتی صحبت کنیم با هم دیگه. و توی فصل قبلی در مورد تفاوت برنامه‌نویس و یه سافر انجینیر رو صحبت کردیم با هم دیگه که به صورت کلی برنامه‌نویسی یعنی نوشتن کدی که یه مشکل رو لحظه‌ای حل میکنه، ولی مهندسی نرم افزار نگاه کلی‌تری داره به کد، به ابزار، سیاست‌ها و فرایندهایی که روی مشکلات پیچیده و طولانی مدت تأثیر میذاره. حالا توی این فصل از کتاب راجع به یکی از مسئولیت‌های خاص یه مهندس نرم افزار توی طراحی یه محصول صحبت میکنه که باعث میشه که طیف گسترده ای از مردم بتونن از اون محصول استفاده کنن و چطور یه شرکت با پذیرش دایورسیتی یا همون تنوع آدم ها میتونه سیستمی رو طراحی بکنه که برای همه آدم ها مناسب باشه و به کاربراش آسیب نرسونه، که این آسیب ها بعضی وقتا میتونه جبران ناپذیر باشه. توی ادامه میگه خود مهندسی نرم افزار یه رشته جدیدی محسوب میشه و درک تأثیر اون روی جوامع متنوع و اقشار کم جمعیت تر حتی از مهندسی نرم افزار هم جدیدتره. و هدفش از این فصل این نیستش که بگه ما همه جوابها رو میدونیم، چون نمیدونیم و گوگل هنوز داره یاد میگیره که چطور محصولاتی رو بسازه که همه یوزرها بتونن ازش استفاده بکنن. و هدف اصلیش اینه که بتونه نسل بعدی از مهندسای نرم افزار رو تربیت کنه که بتونن محصولاتی رو بسازن که روی طیف وسیعی از آدما تاثیرات مثبت بذاره. و به نظر من این فصل فقط برای سافر انجینیرها نیست واقعا، و تقریبا برای همه آدم هایی که تاثیر هرچند کوچکی روی یه پروداکت میتونن داشته باشن. توی قسمت اول کتاب عنوانش هست بایاسیز the default، که اگه یه سافر انجینیر ها به نیازهای آدم های مختلف از نظر ملیت، جنسیت، نژاد، سن، وضعیت اقتصادی، افراد کم توان و حتی به باورهای آدم ها توجه نکنن، حتی بهترین تیم برنامه‌نویسی هم در نظر بگیری، حتی بهترین تیم ها میتونه ممکنه ناخواسته یوزرهاشو ناامید بکنه یا بهشون آسیب بزنه که خیلیاش جبران ناپذیره. و خیلی از این اشتباهات از روی امن نیست، چون همه ماها یه سری پیش‌فرضا داریم و یه سری تعصب‌هایی داریم، چه از خودآگاهمون نشأت میگیره چه از خودآگاهمون، که باعث میشه تو روند کارمون تأثیر بذاره. و متاسفانه این تعصب ها و پیش‌فرض ها به سختی قابل شناسایی و اصلاحه. و به خاطر همین هم خود فرد و هم خود سازمان باید خیلی تلاش بکنه که این پیش‌فرض‌ها رو پیدا بکنه و از بین ببرتشون و بتونه به آدم‌های مختلف دیگه توجه بکنه، فکر بکنه توی محصولی که داره طراحی میکنه. کتاب یه مثالی میزنه که سال 2015 الگوریتم تشخیص تصاویر گوگل فوتوز اشتباهی یکی از دوستای سیاه‌پوست برنامه‌نویسای گوگل رو به عنوان یه گوریل تشخیص داده بود، که واقعا مایه شرمساریه متاسفانه. که خب از اینجا این مشکل نشأت گرفته بود که دیتا ست هایی که برای گوگل فوتوز داشتن و مورد استفاده قرار گرفتن کامل نبوده، و از اونجایی هم که تیم برنامه‌نویسی که روی گوگل فوتوز داشتن کار میکردن اکثرشون سفید پوست و آسیایی بودن و هیچ وقت متوجه این مشکل نشده بودن که خب بقیه رنگین پوستا چه اتفاقی براشون میفته، آیا درست میتونه تشخیص بده یا نه، که این مشکل باعث شرمندگی گوگل شده بود و متاسفانه به کاربراش آسیب زده بود. حالا این مشکلات به اینجا ختم نمیشه، خیلی از این اشتباه ها میتونه پیش بیاد، مثل تکست ساجستشن هایی که کیبوردامون دارن و بتونه کلمات خیلی ریسیست و سکسیست و خیلی از محتوای توهین‌آمیز رو بتونه پیشنهاد بده، یا سیستم تبلیغاتی محتواهای توهین‌آمیز یا خشن رو بتونه به آدم‌های نادرستی بتونه پیشنهاد بده یا نشونشون بده.
و این الگوریتما برای این اشتباهات که طراحی نشدن، ولی باید به اندازه کافی تست بشه و روش کار بشه و تیمی که داره روش کار میکنه از همه اقلیت ها و افراد بتونه کمک بگیره یا تست بکنه که باعث آسیب رسوندن به آدم های مختلف تو قشرهای مختلف جامعه نشه. و این نکته خیلی مهمتر میشه که روی محصولی داری کار میکنی که طیف گسترده ای از مردم رو در بر میگیره، با هر عقاید، با هر فرهنگ، با هر امکانات یا توانایی یا کم توانی و نه فقط و فقط برای یک قشر خاص. Understanding the need for diversity. خب چرا ما اصلا نیاز داریم به این دایورسیتیه؟ کتاب اینجوری شروع میکنه که این یه مهندس نرم افزار برجسته بودن تنها به مهارت‌های فنی محدود نمیشه، بلکه نیازمند در نظر گرفتن دیدگاه‌های مختلف و متنوع تو طراحی و پیاده‌سازی محصوله. این پیش‌فرض‌ها خیلی میتونه تاثیرگذار تو فرایند جذب یه نیرو باشه. پیش‌فرض این باشه که کسی که فلان مدرک دانشگاهی مرتبط با کامپیوتر یا نرم افزار رو داره حتما آدم خفنیه چون توی این دانشگاه درس خونده، و یا چون فلانی توی دانشگاه آزاد سمنان مثلا درس خونده لابد گزینه مناسبی برای جذب توی این پوزیشن نیستش چون توی فلان دانشگاه که اصلا مهم نیست مثلا درس خونده. و این پیش‌فرض‌ها، این بایاس‌های ذهنی که داریم تأثیرات خیلی زیادی میذاره توی فرآیند جذبمون یا خیلی از تصمیماتی که توی پروداکت داریم میگیریم. و اول از همه باید بشناسیم محصول ما تو چه قشری از جامعه تاثیر میذاره و سعی کنیم اونا رو بشناسیم، از هر قشر از جامعه‌ای که داریم روشون تاثیر میذاریم توی فرایند توسعه‌مون ازشون کمک بگیریم یا یه نماینده ازشون داشته باشیم. ولی اگه این امکان وجود نداره که خب طبیعیه که مثلا یه شرکت شاید در سطح گوگل به نظر من باید اینو داشته باشه، ولی در شرکت های کوچیکتر شاید امکان اینو نداشته باشه که از همه آدما، از همه قشر جامعه یه نماینده ای باشه که بفهمیم که آیا با اونا کامپتیبلیم یا نه، میتونن از اپ ما استفاده کنن، از وبسایت ما استفاده کنن، از محصولی که ما داریم توسعه میدیم استفاده بکنن یا نه. و زمانی که این امکان وجود نداره باید اون سافت انجینیر خودشو جای اون آدما بذاره و بر اساس اونا طراحی کنه، توسعه بده. یا حتی در مورد دیزاینرها هم همین میتونه معنی پیدا بکنه که از اول اینو در نظر بگیریم. Building Multicultural Capacity. کتاب میگه یکی از ویژگی‌های یه مهندس نرم افزار برجسته توانایی درک تأثیر پروداکت روی گروه‌های مختلف و قشرهای خاص جامعه است. حالا این تأثیر میتونه به نفع کاربرا باشه یا به ضرر اونا، که علاوه بر دانش فنی باید توانایی تشخیص این موضوع رو هم داشته باشه تا بتونن فراتر از خودشون و جامعه اطرافشون فکر کنن. تو طول زمان ممکنه شما پروداکت هایی رو بسازید که روزانه میلیاردها نفر ازشون استفاده میکنن، پروداکت هایی که تو درک مردم، تو ارزش زندگی تأثیر میذاره و فعالیت اونا رو زیر نظر داره، دیتاهای اونا رو داره، مثل عکس های عزیزانشون رو دارن توی اون پلتفرم دارن آپلود میکنن. پس مهندسی نرم افزار قدرت بیشتری حتی از اونی که فکرشو میکنیم یا تصور میکنیم مهندسای نرم افزار دارن. قدرت تغییر جامعه، مثل اتفاقایی که چند سال پیش سر متا افتاد، سر قضیه ترامپ و انتخابات و یه کارهایی که این شکلی کردن. و تو مسیر تبدیل شدن به یه مهندس نرم افزار برجسته درک مسئولیتی که این قدرت همراه داره خیلی ضروری میشه دیگه. و اولین قدم شناخت پیش‌فرض‌های ذهنی ناخودآگاهه که تحت تأثیر آموزش و اجتماعی که توش بزرگ شدیم شکل گرفتن. بعد از این شناخت میتونیم مواردی که به واسطه اون پیش‌فرض‌های ذهنی یا تعصب نادیده گرفته میشه رو بشناسیم و بررسیشون کنیم. به طور مثال من یه اپلیکیشنی دارم دیولپ میدم که پیش‌فرض من اینه که به واسطه جامعه‌ای که توش بزرگ شدم و آموزش نادرستی که دیدم طی این سالها
همه آدمایی که قراره که از اپلیکیشن من استفاده کنن، پیش‌فرض من اینه که آدم‌های کاملا سالمی هستند که هیچ مشکلی ندارن، هیچ محدودیتی ندارن و پس هیچ وقت اون قشر از جامعه رو در نظر نمیگیرم. ولی بعد شناخت پیش‌فرض‌های اشتباه سعی میکنم که اپلیکیشن یا وبسایتی که دارم دیولپ میدم رو نه تنها برای افراد کم بینا بلکه برای آدم‌های دیگه‌ای که مشکلات دیگه‌ای هم دارن و کامپتیبل کنم که حداقل آدم‌های کمتری از کار کردن با اپلیکیشن من رنج ببرن یا آسیب ببینن یا حتی محروم بشن از اون محصولی که توسعه داده و اصلا نتونه از اون استفاده بکنه. که این کامپتیبل بودنه میتونه خیلی بسته به این باشه که رو چه پروژه‌ای داریم کار میکنیم. رو پروژه‌ای که مثلا قشر وسیعی از آدما دارن کار میکنن و ما باید قشرهای متفاوت، کسایی که دسترسی محدودتری به تکنولوژی دارن، اونا رو هم در نظر بگیریم. قسمت بعدش Making Diversity Actionable که تو این قسمت میگه برابری و عدالت سیستماتیک زمانی قابل دستیابیه که بپذیریم همه ما در قبال تبعیض‌های سیستماتیکی که اتفاق افتاده مسئول هستیم و ما در برابر شکست‌های این سیستم هم مسئولیت داریم. کنار گذاشتن یا نادیده گرفتن مسئولیت‌هایی که هر کدوم از ما داریم نه تنها موثر نیست، تازه بسته به نقش هر کدوم از ما میتونه غیر مسئولانه هم باشه و باعث میشه تازه بیشتر دامن بزنیم به نابرابری هایی که در حال حاضر وجود داره یا حتی نابرابری هایی که توی آینده قراره که اتفاق بیفته. و اشاره میکنه به یه جمله رایج که همه ما زیاد شنیدیم: ما داریم سخت تلاش میکنیم تا این تبعیض رو اصلاح کنیم اما مسئولیتش خیلی سنگینه. چطوری میتونیم با این همه تبعیض مقابله کنیم، مخصوصا ما که مثلا توی ایران داریم زندگی میکنیم؟ که این سوال ها یا جملات باعث میشه بحث منحرف بشه و به گفتگوهای فلسفی یا آکادمیک کشیده بشه که باعث میشه از تلاش ها برای بهبود شرایط فعلی این تلاش ها متمرکز پیش نره و وارد حاشیه بشیم. نه اینکه اون مهم نیستا. مثلا به طور مثال تو ایران داریم زندگی میکنیم و زنهای زیادی دارن برای بدیهی ترین نیازهای اولیه‌شون یا آزادی پوشش خودشون دارن میجنگن، با هر کدوم به نحوی که بلدن. خب این مشکل خیلی ریشه‌ای و عمیقه. بحث سر این موضوع میتونه باعث انحراف حل مسئله آزادی فردی توی شرکت باشه و بهتره که تمرکزمون رو روی این باشه که محیط کار رو برای قشر آسیب دیده جامعه مهیا کنیم، نه اینکه روی مواردی تمرکز کنیم که نقشی توی اون نداریم، مثل تصمیمات خوزاول حاکمیتی که به قولی مرغ پخته خندش میگیره. این موضوع میتونه مثالهای خیلی زیادی و واقعیت داشته باشه، مثل کمک یا مهیا کردن شرایط کار برای افراد کم توان یا امکان پیشرفت و ارتقای شغلی برای خانم‌ها که خیلی از جاها به صورت سیستماتیک جلوی پیشرفتشون گرفته شده و از یه لولی دیگه نمیتونن پیشرفت کنن یا ارتقای شغلی بگیرن. چرا؟ چون زنن. و اگه همینو مثلا بگیم که خب چون مشکل حاکمیتیه، چون توی خیلی از مثلا گوشه های جامعه ما داریم تبعیض رو می‌بینیم، من که زورم به اونا نمیرسه، بعد دیگه ول میکنم. ولی این به نظرم به انحراف کشیدن. آقا خب من چی کار میتونم انجام بدم؟ هر کدوممون یه مسئولیتی داریم، هر کی اندازه کار خودش که یعنی مسئولیتی که داره رو به نحو احسن انجام بده، احتمالا شاهد عدالت بیشتری خواهیم بود و این تکثیر پیدا میکنه. به طور مثال یه تیم لید یا تک لید رو در نظر بگیرید. اگه درگیر این باشه که مشکلات خیلی بزرگتر از اونیه که من بتونم کاری انجام بدم، دامن زده به مشکلات جامعه و محیط کار و کار درست‌تر اینه که تلاش کنه تا افراد بیشتری رو از گروه‌های کمتر دیده شده استخدام کنه یا روی محصولی که داره کار میکنه اونا رو هم در نظر بگیره، مثل افراد کم توان. چون متاسفانه تو خیلی از پروژه‌هایی که روزانه داریم باشون کار میکنیم، چه وبسایت چه اپلیکیشن، همیشه بایاس ذهنی این بوده که آدم‌ها 100% سالمند، بدون هیچ محدودیتی از پروداکت ما قرار استفاده بکنن
ولی متاسفانه توی دنیای واقعی این طرز فکر اشتباهه، چون کلی آدم و بیرون هستش که دارن با کلی محدودیت دست و پنجه نرم میکنن. قشرهای ضعیف جامعه رو داریم که دیوایس های خیلی ضعیفی دارن که خب اپلیکیشن من باید روی اون دیوایس ها هم بتونه کار بکنه. کلی آدم با طرز فکر متفاوت داریم و ده ها آیتم دیگه که تو پروداکتی که داریم روش کار میکنیم باید در نظر بگیریم، از فرایند جذب نیرو گرفته تا دسترسی به محصول و حتی محتوا که آسیب نزنه به قشرهای دیگه. چون دنیا اون چیزی نیستش که فقط اطراف من و شما داریم و در حال جریانه. چون شاید مثلا توی یه بازه زمانی اصلا شاید طیف‌های مختلف جامعه رو اصلا ما شاید باشون برخورد نداشته باشیم و وقتی که داری راجع به یه پروداکتی صحبت میکنیم که همه قرار ازش استفاده بکنن، اینجاست که دیگه نقشش مهمه. اون بایاس ذهنیه دیگه کمکی بهم نمیکنه، تازه داره جلوی دیولوب دادن یا طراحی یه پروداکت رو جلوشو داره میگیره که بتونه همه ازش استفاده بکنن. Reject singular approach. ما نباید راه حل هایی رو که تنها یک فلسفه یا یه اپروچ خاص رو برای رفع نابرابری توی صنعت تک داره رو قبول کنیم. این یعنی چی؟ یعنی مشکلات ما پیچیده و چند بعدیه و نمیشه با یه روی کرده تک بعدی نسخه بپیچیم و الان با این کار تبعیض جنسیتی یا فلان نابرابری رو تونستیم تو شرکت خودمون حلش کنیم. یکی از باورهای غلط و متاسفانه رایج اینه که برای حل تبعیض جنسیتی بیایم پروسه جذب رو یه طوری بچینیم که خانم‌های بیشتری رو استخدام کنیم یا آقایون بیشتری رو استخدام کنیم، ولی واقعا با این کار نمیشه مشکل نابرابری رو حل کرد، چون مسئله مهمتری است که اول باید اونو حلش کنیم بعد بریم سراغ جذب. مثل مسئله مهم نگهداشت نیرو، دادن احساس امنیت و فضای کاری که نیروی خانم یا آقایی که داره کار میکنه امنیت روانی داشته باشه. مرحله بعد میتونه تغییر پروسه جذب نیرو باشه که اون تعادل برقرار بشه. تو کتاب اشاره به این میکنه که ترک کار کارمندهای سیاه‌پوست نسبت به بقیه گروه ها خیلی بیشتره. خب اگه گوگل صرفا تمرکزش رو بذاره برای جذب افراد سیاه‌پوست، مشکلی حل نشده، چون از اون طرف نرخ خروجی بیشتری داره و اینجا هم نتونسته مشکل نابرابری رو حلش کنه، هم هزینه سنگین جذب رو داره متحمل میشه. و درک کامل یک مسئله برای حل درست اون مشکل مهم و حیاتیه. یعنی قبل از اینکه بخوایم وارد حل مشکل بشیم، اول باید مطمئن بشیم که کامل یه مسئله رو فهمیدیم، دقیقاً میدونیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم. یکی از روش‌هایی که رایجه برای بالا بردن یه محصول اینه که برای استفاده اکثریت طراحی بشه و بهبود دیزاین و توسعه برای استفاده موارد خاص‌تر مثل اکسسیبیلیتی به بعد موکول میشه و این اپروچ ایراد داره، چون به یوزرهایی که دسترسی بیشتری دارن قدرت میده و دامن میزنه به اون نابرابریه و کسایی که یه مشکلاتی که چه فیزیکی چه غیر فیزیکی چه شرایط زندگی دارن نمیتونه دیگه از اون پروداکت استفاده بکنه و تعویق انداختن نیازهای افراد کمتوان یا قشرهای خاص یا نظر گرفتن از اونا از همه گروه‌های کاربری تا مراحل نهایی دیزاین به معنی پایین آوردن استانداردهای مهندسیه. اینکه مثلا من یه پروداکتی رو دارم میبرم جلو، استپ آخرش که رسیده تازه من دارم مثلا میبینم که چون همه این کارا رو انداختم عقب دیگه، اوکی اینا تکنیکال دپت ماست که بتونیم برای افراد مثلا کم بینا یه سری تغییراتی بدیم که بتونه درست بتونه کار بکنه، ولی این اولویتمون نبوده. خب این باعث پایین آوردن استانداردهای مهندسیمون میشه ولی در عوض با در نظر گرفتن این قشرهای خاص جامعه یا بقیه، یعنی اون دور زدن اون بایاس ذهنیه،
و نظر گرفتن از گروه‌های خاص جامعه و آدم‌های کم‌توان یا قشرهای خاص جامعه از اولین مراحل دیزاین به دیزاین یه محصول بالا بردن استانداردهای توسعه است و از اون اول داریم در نظر میگیریم که چه قشرهای خاصی داریم توی جامعه، چه آدینسی رو باید ما هدف قرار بدیم که اونا چی هن و بر اساس اونا بتونیم ببریم جلو مراحل، از اولین مراحل طراحی یه محصول تا آخرین مراحلشو. و میشه گفت پروداکت هایی رو برای همه کاربرا و بعد از این ماجرا میشه گفتش که واقعا پروداکتیه که برای همه کاربرا طراحی شد و همه کاربرا میتونن ازش استفاده بکنن که برای همه لذت بخشه و قابل استفاده و به خصوص برای آدم هایی که دسترسی خیلی سخت‌تری دارن. و تو ادامه میگه طراحی برای کاربری که کمترین شباهت رو به شما داره، که نه تنها این تصمیم عاقلانه است بلکه یه استاندارد برتر محصول میشه که باعث میشه گام‌های عملی در راستای محصول یا محصولاتی بردارن که مانع استفاده بعضی از یوزرها میشن، که این فرایند با تحقیق یا جامع تری در مورد تجربه کاربری شروع میشه. اول بفهمیم که چی میخوایم و یه تحقیق یا آرندی درست و درمونی داشته باشیم که ببینیم که چه تجربه کاربری رو داریم خلق میکنیم و چه کسایی چه تجربه های متفاوتی میتونن از محصول ما داشته باشن، که این خیلی میتونه گروه های مختلفی داشته باشه دیگه، یعنی از چند زبانه، چند فرهنگی، تو کشورهای مختلف، طبقات اجتماعی مختلف، سطح اقتصادی متفاوت و با انواع سطوح توانایی و رنج های سنی متنوع که اینا باید در نظر گرفته باشه. و از اون اول روی سخت ترین یا کمترین جامعه مورد استفاده از پروداکتتون تمرکز کنید. وقتی اون بتونه کار بکنه با اپلیکیشن، قطعا همه میتونن از اون پروداکت استفاده بکنن. قسمت بعدی در مورد به چالش کشیدن خودمون برای ساخت سیستم های عادلانه تر فراتر از دیزاین یه محصول با خصوصیات یا مشخصات خاصه راستش. چون کتاب مثال میاره برای توضیح این سکشن که یه سیستمی رو توسعه داده بودن برای جذب نیروهای جدید و ارزیابی نیروهای فعلیشون که هدف اصلیشون کاهش اتلاف زمان استخدام کننده و متقاضیان بوده و تمرکزشون روی این بوده. یه فیچری میخواستن توسعه بدن که وقتی کارمند خودشون میخواسته توی شرکت جابجا بشه و تیمش رو عوض بکنه، اطلاعات اون کارمند رو با رتبه بندی عملکردش رو با هایرینگ منیجر و ریکروتر اون قسمت میومده شیر میکرده تا بتونن تصمیم درستری بگیرن که آیا اون به درد اون پوزیشن میخوره یا نه. تو ظاهر این کار سرعت بخش بود و تو زمان هر دو طرف صرفه جویی میشد. اما یه نگرانی راجع به برابری وجود داشت که 3 سوال میپرسه. آیا ارزیابی که تا الان اون شخص داشته معیاری برای پیشبینی عملکرد اون فرد محسوب میشه؟ آیا ارزیابی عملکرد ارائه شده به منیجرها دور از هر گونه بایاس های فردیه، یعنی دامن نمیزنه به یه سری از پیش‌فرض ها راجع به اون بنده خدا؟ آیا امتیازهای ارزیابی عملکرد در سراسر سازمان استاندارد شده، یعنی همه میدونن دقیقاً در مورد امتیازهای اون ارزیابی عملکرد صحبت میکنن، همه دقیقاً سیم پیجن راجبش، یه استانداردی وجود داره؟ اگه جواب هر کدوم این سوالات نباشه، یعنی ارائه رتبه بندی عملکرد میتونه منجر به نتایج ناعادلانه بشه و در نتیجه این ارزیابی نامعتبره. آیا عملکرد گذشته واقعا عملکرد آینده رو پیش بینی میکنه یا نه؟ بعد از ریسرچ دقیق فهمیدن که کارمندایی که میخواستن جابجا بشن و رتبه عملکرد ضعیفی داشتن، وقتی به یه تیم جدید جوین میشدن احتمال غلبه به این رتبه بندی رو داشتن
و در واقع این آدم ها به اندازه بقیه افرادی که رتبه بندی ضعیفی نداشتن شانس دریافت رتبه عملکرد رضایت بخش یا حتی عالی رو داشتن. و به طور خلاصه رتبه بندی عملکرد تنها نشون دهنده عملکرد اون فرد تو اون نقش فعلیه و تو اون نقش فعلیه که الان داره کار میکنه، نه بیشتر. مثلا اینجاست که وقتی یه شخصی توی تیمی داره کار میکنه که شاید تو تیم درستی مشغول به کار نشده و بازده خوبی هم احتمالا نخواهد داشت، و وقتی اون فرد جابجا میشه و وارد تیم جدید میشه امکانش هستش که بهترین خودش باشه و در نهایت نباید ارزیابی گذشته اون آدم که تو تیم نادرستی بوده مورد قضاوت آینده قرار بگیره تا فرصت بهبود رتبه خودش رو داشته باشه و اینطوری عدالت برقرار میشه و جلوی اون بایاس ذهنی گرفته میشه. و قسمت آخر این فصل اینجا اول در مورد مشکل خودش صحبت میکنه که چطور به طور مدام فرایندهای خودش رو داره بهبود میده و ارزیابی میکنه و در مورد ارزش‌های اصلی خودش صحبت میکنه که بر پایه احترام و تعهد به نیروی کار بنا شده. ولی با این حال سالهاست که توی دستیابی به نیروهای کاری که نمایانگر کاربران جهانی باشه، یعنی خب طیف بسیار بسیار گسترده ای از مردم دارن از گوگل استفاده میکنن، و میگه که توی دستیابی به نیروهای کاری که نمایانگر کاربرای جهانی باشه ناکام مونده و با وجود سیاست‌ها و برنامه‌هایی که داره سال به سال این فرصت‌ها رو از دست داده. ولی با این حال مبارزه برای بهبود همیشه ادامه داره و برنامه‌هایی که داره ببخشید اینجا رو اشتباه گفتم. خب ولی با این حال مبارزه برای بهبود همیشه ادامه داره. این ادامه نداشت، من گفتم. و نقطه شکست ارزش های هر شرکت، مثلا گوگل گفت ارزش های من بر پایه احترام و تعهد به نیروی کاره. میگه نقطه های شکست ارزش های هر شرکت قطعا هدف اون شرکت یا تارگتش نبوده، بلکه توی سیاست گذاری های نادرستش توی سطح اجراست که این شکست ها رو رقم میزنه. به نظرم خیلی پوینت مهمیه اینه که خب خیلی از شرکت ها هدفشون این نیستش که یا ارزششون این نیستش که بخوان دامن بزنن به اون تبعیض یا اینکه برابریه رو ببرن زیر سوال و اینا، ولی توی سطح اجراست که این اتفاق میفته. یعنی اینکه مثلا داریم یه محصولی رو داریم توسعه میدیم که ایده اولیه خیلی خوب بوده، هدف اولی اینه که همه بتونن ازش استفاده کنن، ولی توی اجرا چون نمیدونیم که دقیقا چه جامعه قرار ازش استفاده بکنه یا اصلا آرندی در موردش نداریم، توی اجراست که میبینیم که اون برابری یا اون ارزش هایی که داشتیم همشون شکست خوردن. و توی ادامه 5 نکته مهم رو بهمون میگه. اولی، نگاهی عمیق و صادقانه به خودمون باید داشته باشیم. شعار برند گوگل برای همه بسازیده، اما چطوری میشه که برای همه بسازیم بدون مدل مشارکت نیروی کار که فیدبک جامعه رو اولویت خودش قرار بده؟ و حقیقت اینه که نتونسته تا الان آسیب پذیرترین یوزرهای خودش رو در مقابل محتواهای نژاد پرستانه، یهود ستیزی یا همجنسگرا هراسانه محافظت کنه. دومی، در مورد برای همه نسازید با همه بسازیده. میگه هنوز نتونستیم برای همه بسازیم و با این حال نمیتونیم هم دست از کار بکشیم. ولی چطور میتونیم برای همه بسازیم؟ باید با یوزرهای خودمون بسازیم، با درگیر کردن طیف گسترده ای از یوزرهامون و آگاهانه جوامع آسیب پذیر رو تو مرکز طراحی خودمون قرار بدیم، نه تو مرحله های پایانی یا انداختن به زمانهای دیگری. سومی، برای یوزری طراحی کنید که بیشترین چالش رو توی استفاده از پروداکت شما خواهد داشت و عدالت رو فدای سرعت کوتاه مدت نکنیم، چون به مرور زمان به خاطر اون سرعت کوتاه مدت هزینه‌های گزافی رو
باید متحمل بشیم برای پوشش بقیه اقشار جامعه، یا کلا بزنیم رو مود بیخیالی و فقط برای یه قشر خاص توسعه بدیم. آیتم بعدیش، فرض نکنید که عدالت برقراره. عدالت رو تو تمام سیستم های خود اندازه یا بررسی کنید. راستش این رو به نظر من خیلی از مشکلات آدم ها میتونه یا شرکت ها میتونه باشه، اینه که پیشفرض بایاس اینه که عدالت رو برقرار کردیم. کسایی که تو مقام تصمیم گیرنده هن، تو خیلی از موارد تو معرض بایاس ذهنی هن که ممکنه که آگاهی کافی راجع به علتهای بی‌عدالتی نداشته باشن، یا حتی تخصص کافی برای فهمیدن این بی‌عدالتی ها رو نداشته باشن، و حتی ممکنه به خاطر بایاس ذهنی که همه ما تقریبا داریم باعث بشه که به راحتی نتونیم بی‌عدالتی هایی که وجود داره رو بفهمیم و پروسه ها رو بازبینی کنیم. مثلا به طور مثال اکسسیبیلیتی مثال خیلی خوبیه، چون توی خیلی از شرکت ها کسایی که اصلا مثلا کاری با این فیچر مثلا او اس ها نداره که مثلا بیای فونت گوشی تو 2 تا سایز بزرگتر کنی یا 3 تا سایز بزرگتر بکنی، چون هیچ وقت تو اطرافیانشون کسی این کارو نکرده. و چون آگاهی کافی ندارن، پیشورز همه اینه که ما داریم برای همه توسعه میدیم، ولی متاسفانه چون به خاطر عدم آگاهی، به خاطر تو اولویت نبودنه، یا به خاطر انتا موضوع دیگه، میایم یه شکلی دیولوب میدیم که فقط کسایی که گوشیشون مثلا اگه از اکسسیبیلیتی استفاده نکرده باشن، مثلا دیسپلیشون رو مثلا 1.5 سایز بزرگتر نکرده باشن، اونا فقط میتونن استفاده کنن، بقیه همه دیواره، چیزی نمیبینه. این میشه بی‌عدالتی و نابرابری. آیتم آخرش، تغییر ممکنه. مشکلاتی که امروزه توی این حوزه با اونا داریم دست و پنجه نرم میکنیم، از اطلاعات غلط گرفته تا آزار و اذیت‌های آنلاین تا هزاران مورد دیگه، واقعا چالش برانگیزه. و حقیقت اینه که ما نمیتونیم با رویکردهای شکست خورده گذشته از پس این مشکلات بریم و باید تغییر کنیم، رشد کنیم و صدای بقیه اقشار جامعه رو بشنویم. و در نهایت مسیر رسیدن به برابری و عدالت مسیر طولانی و پر پیش و خمیه و حتی یه سری دستاندازهای جدی در سطح شرکت تا حکومت وجود داره، چون تغییر سخته. با این حال ما باید صرفاً از ساختن ابزار و خدماتی که داریم ارائه میدیم فراتر بریم و درک خودمون رو به نسبت آدم‌هایی که تو جامعه وجود داره و تحت تاثیر پروداکت ما قرار میگیرن رو گسترش بدیم، از طراحی گرفته تا توسعه محصول یا پرسیدن نظرهای آدم‌های متفاوت. به چالش کشیدن دانش خودمون، تأثیر گذاری که توی تیم ها، لیدرها، منیجرها داریم تا انجام ریسرچ های جامع تر درباره یوزرها، همگی راه های پیشرفتن. و از اونجایی که تغییر سخته و مسیرش میتونه برامون چالشی باشه، ولی خوشبختانه از طریق همکاری و خلاقیتی که میتونیم به خرج بدیم این امکان وجود داره و باعث میشه مسیر لذت بخشتری برامون رقم بخوره که باعث میشه هم خودمون رشد کنیم، هم جوامع بیشتری رو در نظر بگیریم و شاهد برابری باشیم. و به عنوان یه فردی که داره یه کاری انجام میده، باید از همون اول روی یوزرهامون تمرکز کنیم که امکان داره بیشترین تأثیر رو از تبعیض و بایاس‌های ذهنی و پیش‌فرض‌ها و حتی تعصب‌هایی که داریم رو داشته باشن و آسیب می‌بینن متاسفانه. و خیلی وقتا حتی نمیدونیم که چه تأثیراتی چه تأثیراتی کارهای ما روی قشرهای مختلف جامعه داره و چقدر میتونه اینا جبران ناپذیر باشه. و در نهایت اول باید اشتباهات خودمون رو بپذیریم و باید ازشون تو مسیری که داریم میریم درس بگیریم تا افراد محروم یا کم جمعیت تر توی جامعه آسیب کمتری ببینن و اینطوری میتونیم نزدیک بشیم به جامعه‌ای که تو یه سری از گوشه هاش عدالت به چشم میخوره. دمتون گرم، مرسی، خدا نگهدار.